نمایشگاه دخمه بازخوانی خاطرات قربانیان جنگ، انتحار و انفجار، فاجعه برخاسته از جنگ‌ها و نقض حقوق بشری در سالهای 1357 تا 1395 هجری خورشیدی است که به نمایش گذاشته شده است. هادی معرفت، مسئول برگزاری این نمایشگاه و رئیس سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، هدف برپایی آن را چنین بیان می‌کند. در درون دخمه ما 5 تا فعالیت مختلف داریم که فعالیت اول صندوق خاطرات هست. صندوق خاطرات حاوی اشیا و اجناسی که از قربانی باقی مانده ما در سالهای مختلف رو جمع آوری کرده و قرار هست که امروز شما رو ببینیم. بعدش ما یک نمایشنامه مستند تئاتری داره که داستان 10 تا از قربانیان جنگ را در دوران‌های مختلف جنگ فرصتش بازگو میکنه برای شما. انگشت انتقاد رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سوی کاخ ریاست جمهوری به خاطر آنچه حضور جنایتکاران جنگی و ضد حقوق بشری در اطراف رئیس جمهور غنی خوانده می شود. سیما سمر به رادیو آزادی می گوید رئیس جمهور غنی خود می داند که این جنایتکاران جنگی چه کسانی هستند، اما به علت ناتوانی دولت هیچ یک از آنان تا کنون محاکمه نشده است. ما فکر میکنیم که خودت هم میفهمی، ما میفهمم، حکومت هم میفهمه. فکر میکنین رئیس جمهور نمیشناسه افرادی که در اطرافش است و مسئولیت نداره در این راستا؟ مسئولیت داره. یعنی هدفتون بیشتر شما تلاش میکنیم که ما بگوییم که کیها است. همگی مردم افغانستان میشناسه. ریاست جمهوری از هر گونه گفتگو در این باره با ما خودداری کرد. در این نمایشگاه بیشتر از 20 صندوق از داشته‌های قربانیان جنگ به عنوان خاطرات برجامانده به نمایش گذاشته شده است. بخش دیگر آن بازتاب تصاویر افرادی است که در چند دهه جنگ در افغانستان معلول شدند. شماری از خانواده‌های قربانیان که برای بازدید به این نمایشگاه آمدند، درد و زخم‌هایشان دوباره تازه می شود و اشک و ناله فضای این نمایشگاه را می گیرد. هوای شو درد سر داد، هوای سر خوش که درس خوان، خدا اول نمره کد. امیدهای زیاد داشت، هزار ارمانها داشت، هرمانی داماتیر داشت، هرمانی رفیقای خود داشت که چوکیار از خود کنم در افغانستان کارهای خوب رو پیش ببرم، خدمت کنم در دولت خوب. پدر فیصل، جوان 15 ساله نیز اینجا از حکومت عدالت می‌خواهد. ما امنیت می‌خواهیم، صلح سراسری می‌خواهیم. اینمی صدای پدر فیصل شهید و مامای احمدالله شهید و برادر اتقالله شهید است که به گوش جهانیان می‌رسانیم. در پایان این نمایشگاه فیلم مستند از جنگ‌های چند دهه در افغانستان و تئاتر به نمایش گذاشته شد که بازگو کننده درد و نقض حقوق بشری در این همه سالها است. در دوران جنگ بچه عزیز دادم